سلام به دوستای با صفا و مامارام همیشگی. آقا طنز روزگار رو میبینی؟ شیخ پری بعد از 1.5 سال تازه ویروس انتری نژادیش عود کرده. هم سفر استانی میره هم قمپوز انتری نژادی در میکنه. ملاحظه بفرمایید. اولیش تورم بالای 40% بود که لازم بود با کمک مردم و با همت مسئولین قدم به قدم این تورم را کاهش بدیم. از 40% به 35%، به 34%، به 32% و بالاخره به 30%، 28%. امروز خوشحالیم که تورم را رسانده ایم به مرز 18 و 17%. اوه، این نرخ تورم یا آسانسور؟ بابا اون چیزی که داره همینجوری میاد پایین فشار تو و ولی فقیه زهر خوردته، نه نرخ تورم. تو که با این حرفات شاسی اعتدال رو کج کردی که. آخه یه چیزی بگو بگنجه. در سال 1393 ما در 3 ماهه اول، در پایان 3 ماهه اول با محاسبات بانک مرکزی ما توانستیم در محاسبات اولیه 3 ماه اول 93 نسبت به 3 ماه اول 92 دارای رشد و حرکت به جلو باشیم و ما در 3 ماهه اول رشد ما بالای 4% بود، در حالی که در 2 سال گذشته، یعنی هم سال 92 هم سال 91، رشد ما منفی بوده. آقا این سخنرانیه یا کمدی استنداپ؟ اشتباه گرفتی شیخ پری. کجای کاری تو؟ خب این اراجیفو به هم میبافی، بعد باند رقیب دست میگیره، به ریش بنفشت میخنده اینا. رشد اقتصادی از کجا آمد؟ رشد اقتصادی را احساس نمی کنیم. اینم از کیهان شریعت نداری و نیشتر همیشگی. کسری بودجه 94 از همکنون کلید خورد. برآوردهای کارشناسی حاکی است از مجموع 86,000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی که برای لایحه بودجه سال 94 پیش بینی شده است، حد اکثر 79,000 میلیارد تومان قابل تحقق است. البته دعوای باند علیگدا با دنب کوسه خیلی اساسی تر از این حرفاست. دعوا سر لحاف ملاست. شیخ پری میخواد دنب کوسه رو گره بزنه به کراوات غرب، واسه همینم چپ میره راست میاد، یه جفتک اعتدالی نثار علیگدا رو باندش میکنه. عده‌ای فکر نکنند که آنها همه کارند و بقیه باید تحت سلطه آنها باشند و آنها همواره باید نگاهی غضب‌آلود داشته باشند و بگویند که باید این گونه بشود و آن گونه نشود. اگر عده‌ای بخواهند بگویند که ما چند نفر پیغمبرزاده ایم و بگویند می‌خواهیم کشور را اصلاح کنیم و بقیه فاسد هستند، ما نمیپذیریم و دولت نمیگذارد که چنین اتفاقی بیفتد. ناگفته نمونه که این شیخ پری خودش از همه درنگونتره. از یه طرف قمپوز در میکنه و اینجوری به باند رقیب سیخ و سنبه میزنه، از اون طرف وقتی قضیه جدی میشه و کار به زهرخوری درست حسابی میرسه، خودش هم پاش میلرزه و بین گلاسکو و حوزه سرگردون میمونه. به فیگور و اقتصاد که میرسه دنبال توسعه است، اما تا بحث حقوق بشر و اعدام و این حرفا میشه یهو خفقون میگیره.
بنبست که میگن همینه دیگه، شاخ و دم نداره که.